یکی از محصولات گیاهی که در بازار داروی ایران وجود داره برای کمک به درمان اسهال کپسول نرم لومکس هست که حاوی اسانس مرزه هستش و میتونه کمک بکنه به کاهش تعداد دفعات دفع و کاهش دلپیچه در اسهال‌های غیر عفونی. هر بسته کپسول لومکس حاوی 30 عدد کپسول نرم 50 میلی گرمی لومکس هست و دستور مصرفش به صورت هر 8 ساعت یک عدده تا 3 روز و در طی این 3 روز بهتره که حتما از ORS هم استفاده بشه برای جبران از دست دادن آب و الکترولیت های بدن. بعد از این 3 روز اگر که بهبودی حاصل نشد بهتره که به پزشک مراجعه کنید. همینطور اگر از ابتدای اسهال همراه تب بود اسهال یا اینکه خون در مدفوع خودتون دیدین بهتره که برید پیش پزشک و خود درمانی نکنید. عارضه و تداخل خاصی از مصرف لومکس گزارش نشده. در بارداری و شیردهی مصرفش توصیه نمیشه. همینطور احتمالاً در کودکان هم مخصوصا با دستور پزشک قابل مصرف بشه. البته خود محصول اطلاعاتی در مورد ذکر نکرده، منتها در مطالعه بالینی که اثر ترکیب مرزه مانند لومکس رو بررسی کردن روی اسهال، مطالعه روی افراد 10 تا 65 سال بوده. به هر حال برای اسهال اطفال بهتر هستش که حتما با پزشک مشورت بکنید. هر سوال دیگه‌ای در مورد نحوه مصرف لومکس دارید در صفحه لومکس در سایت داروخانه آنلاین مفید کامنت بکنید و من به اونها پاسخ میدم.